بریم بقیه قواعد ملت عشق رو بخونیم. 6 تاشو خونده بودیم، الان بریم 6 تا دیگه بخونیم. بریم. خب سلام به همه عزیزایی که دارن ما رو میبینن. ممنون از اینکه ما رو تماشا میکنید، حوصله به خرج میدید. میخوایم ادامه قواعد ملت عشق رو بخونیم. 6 تاشو خونده بودیم، الان میخوایم 6 تا دیگه بخونیم. بریم هوا خیلی قشنگ و بهاری بخونیم تو حیاط کنار این بهار نارنجا، یعنی شکوفه هایی که ببین درخت لیمو من کاشتم، بعد ببین چه شکوفه‌های قشنگی داره، از عطرش مست میشی. اینم درخت موی کاشتم اینجا، حالا اینم تازه برگاش داره در میاد. این دوتا رو من کاشتم. بعد یه سالم برام انگور داده، ولی مثل که میگن انگور یه سال در میون محصول میده. امیدوارم امسال محصول بده، چون پارسال هیچ انگور نداد. خب بریم برای خوندن قاعده هفتم. تو قاعده هفتم میگه در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خود را بشنوی، نمیتوانی حقیقت را کشف کنی. فقط در آینه انسانی دیگر است که میتوانی خودت را کاملا ببینی. و قاعده هشتم میگه هیچگاه نومید مشو. اگر همه درها هم به رویت بسته شوند، سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده به رویت باز می کند، حتی اگر همکنون قادر به دیدنش نباشی. بدان که در پس گذرگاه‌های دشوار باغ‌های بهشتی قرار دارد. شکر کن. پس از رسیدن به خواسته‌ات شکر کردن آسان است. صوفیان است که حتی وقتی خواستش محقق نشده شکر می‌کنند. الان خیلی راجع به این صحبت می‌کنن که شکرگزاری بکنید. قدیمم شنیدیم که میگن شکر نعمت افزون کند، کفر نعمت از کفر بیرون کند. برای همه اون چیزایی که داریم شکرگزار باشیم، چون شاید اون چیزایی که نداریم شاید بهتر بوده که نداشته باشیم. شاید، ولی خب برای حداقل اون چیزایی که داریم که نمیشه. 100%. قاعده نهم میگم خیلی سرده ها. یه آفتاب اومد تا گفتی سرده. آفتاب اینجا یه رو پیش داشت تگرگ می اومد و باد سرده، ولی خاله سعی میکنم تون بخونم کم بشه. قاعده نهم صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست، به معنای آینده نگر بودن است. صبر چیست؟ به تیغ نگریستن و گل را پیش چشم مجسم کردن است. به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است. عاشقان خدا صبر را همچون شهد شیرین به کام می‌کشند و هضم می‌کنند و می‌دانند زمان لازم است تا هلال ما به بدر کامل بدل شود. اینم قصه صبر. واقعاً پاداشی در صبوری هست که خیلی لذت بخشه. صبوری یکی از چیزاییه که بسیاری از مشکلات رو حل میکنه. مجبوری برای هر چیزی تصمیم نگیری صبوری. چه حرفی؟ اصلا حرف اضافه نیست. قاعده دهم به هر سو که میخواهی، شرق، غرب، شمال یا جنوب برو، اما هر سفری که آغاز میکنی سیاحتی به سوی درون خود بدان. آن که به درون خود سفر میکند سرانجام ارز را طی می‌کند.
سفرم که یکی از اون چیزای خیلی خوبیه که واقعا آدم رو میسازه. یعنی نگرش آدم، ایدئولوژی آدم رو نسبت به زندگی کاملا تغییر میده. آدم رو یه پله بالاتر قرار میده، یه خورده از چند تا پله بالاتر زندگی رو نگاه میکنی. و میگم بسیار سفر باید تا گفته شود کامل. واقعا درسته. قاعده 11. حالا اینا رو میگم زنگ چی خودم برم سفر دنبال یه بهانه میگشتم که خوب گفتیم. بله اینو به موقع گفت. اینش من الان میرم ساک میچینم. قاعده 11. قابل میداند که زایمان دیگر نمی‌شود. برای آنکه توی نو و تازه از تو ظهور کند باید برای تحمل سختی‌ها و دردها آماده باشی. من خیلی سردم میکنم آخرش دیگه نمیکنم، دارم میلرزم. حالا لباس کلوفتم پوشیدی یا سرده. قاعده 12. عشق سفر است. اوف ببین حرف دل تو رو داره میزنه. مسافر این سفر چه بخواهد چه نخواهد از سر تا پا عوض می شود. کسی نیست که رهرو به این راه شود و تغییر نکند. مسافران این سفر همه میدونن من چی گفتم. اونایی که تو هواپیما با شما قراره بیاد. سخن پایانی خیلی ممنون که ما رو نگاه میکنید. از این همه محبتتون تو کامنت ها واقعا ممنونیم از محبتتون تو کامنت ها. من دیگه دارم یخ میزنم. بریم. خداحافظ.